دوستای عزیز، میایم در بخش اسناد اساسی و مهمی که برای یک اشتراک کننده امتحان کنکور تهیه میشه و یا لازمی و ضروری است. یکی کارت امتحان است، به می شکل داشتن تذکره هست که اصل تذکره را باید داشته باشه و کودرشته هست که از طرف اداره ملی امتحانات در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی تهیه میشه. کتابچه سوالات است که در اداره ملی امتحانات در کمیته امتحانات تحت شرایط خاص قرنطینی و امنیتی ساخته میشه که بجز استادایی که سوال میسازه دیگه هیچ کس از این آگاهی نداشته می باشه و به این شکل ورق جوابات است که این هم از طرف اداره ملی امتحانات توسط سیستم های تکنیکی ورق به شکل تکنیکی آماده میشه که بعدا هر کدام از این جداگانه ما تشریح میکنیم که شامل کدام بخشا میشه. اول از این کارت شمول امتحان است. همونطور که شما میبینید اینجا در تصویر، در کارت شمول امتحان شهرت داوطلب یا شهرت کسی که امتحان میده یا در امتحان اشتراک میکنه درج است که نامش است، نام پدرش است، نام پدرکلانش است، سال تولدش است، نام مکتبش است، سال فراغتش است و در این سمت هم امون نوع امتحانش اینجا مشخص میشه و همچنان یک راهنمایی برش ایجاد شده که به خاطر سیاهکاری از قلم چی باید استفاده بکنه. در این چوکات هم میبینیم که تاریخ امتحانش اینجا درج شده و مشخص شده. اینجا هم عکس امتحان دهنده و پایین هم آیدی نمبرش و این هم بارکودش که بر اساس از این کارت تمام مشخصات این فرد در سیستم چی می باشه درج می باشه. بعدش کتابچه سوالات است که سوالات هم شما همونطور که معلومات دارین و در جریان هستین در امتحانات کنکور معمولا 160 سوال می باشه که شامل ریاضیات است، علوم طبیعی است، علوم اجتماعی و علوم دینی است، السنه و جیولوژی است که هر کدامش سوالات مشخص داره و وقت مشخص برای حل کردن سوالاتش داره. در بخش سوالات هم شما معلومات دارین که سوالات امتحانات کنکور معمولا به شکل 4 جوابه می باشه. تمام سوالاتش یعنی هر سوال 4 جواب داشته می باشه که در کتابچه اول سوال نوشته می باشه که بعدا باز توضیح میکنیم و پایینش جوابات است و فرم جوابات هم برای شما باز جدا داده میشه که بر رویت کتابچه میبینین و جواب صحیح را باز در ورق جوابات انتقال میدین. به می شکل در مشخصاتی که در کتابچه است در اینجا میبینیم که نوشته است فرم نمبر یا امو نمبر فرم یا آیدی نمبر است. مطلب از این آیدی نمبری که در پشت کتابچه ایجا رسیده، امی آیدی نمبر در کارت امتحان داوطلب در ورق جوابات داوطلب امی آیدی نمبر ثبت می باشه و در پایین چوکات هم میبینیم در اینجا هم آیدی نمبرش درج است، در اینجا تعداد سوالات و همچنان وقتش مشخص شده می باشه. بخش ریاضی است که 43 سوال است، علوم طبیعی است 42 سوال است، علوم دینی و اجتماعی 39 سوال است، السنه و جیولوژی 36 سوال است. به این شکل تعداد هر کدامش وقتش برش مشخص شده که استادای ممتحن در جریان امتحان باز این را بر شما راهنمایی میکنه که مطابق با وقت ریاضی از خود جدا وقت داره و به این شکل علوم طبیعی، علوم دینی و السنه. بخش دوم ورق جوابات است. زمانی که در صحن امتحان اشتراکنده‌های محترم بر اساس حاضری تنظیم میشینن برشان ورق جوابات داده میشه، به تعقیبش کتابچه سوالات داده میشه. میبینیم که در اینجا هم این نمونه ورق است. در ورق اصلی باز اینجا عکس داوطلب هم میباشه و شهرتش هم اینجا درج شده میباشه مکمل. در این قسمت آیدی نمبرش درج شده میباشه و آیدی نمبرش توسط دستگاه سیستم تکنیکی اداره ملی امتحانات به شکل اتومات سیاهکاری شده می باشه. فقط داوطلب ما در روز امتحان صرف سوالات خود از اینجا حل میکنه و هر بخش اینجا سوالاتش مشخص است که ریاضیات است، علوم طبیعی است، علوم اجتماعی و السنه و جیولوژی است. به این شکل در بخش بالایی ورق بخش انتخابات است. یعنی ورق جوابات ما در مجموع به 3 بخش تقسیم شده که ورق جوابات خودش میگه سندی است که به اساس شهرت آیدی نمبر داوطلب در اداره ملی امتحانات ورق تهیه میشه. تمام شهرت داوطلب و این ورق صرف یک دانه می باشه. دوستایی که امی حق و شمول کنکور که میپردازن تمامش به اینی مصارف در اوجه چی میشه مصرف میشه که ورق دیجیتالی برشان کامپیوترایز چاپ میشه، در او تمام شهرتشان درج می باشه و این ورقی است که توسط دستگاه خوانش اوراق دوباره خوانده میشه. بخش دوم از این ورقا هم در بکس سوالات امرای کتابچه سوالات به شکل محفوظ مهرلاک شده می باشه که در صحن امتحان اینا
در حضور داشته استادا و هیئت ممتحن باز میشه. این ورق شامل 3 بخش می باشه که هر بخش اینجا بر شما تشریح میکنم. بخش فوقانی یا قسمت بالای سر ورقی است. در اینجا میبینیم که عکس خود اشتراک کننده یا داوطلب است و به این شکل میبینیم که اینجا نوشته است امضای ممتحن، یعنی استادی که برای شما توظیف شده و امتحان شما را اخذ میکنه، استاد در اینجا امضا میکنه. پایینتر هم شهرت است، میبینیم که اسم، ولد، ولدیت و به این شکل در اینجا شماره تلفن درج می باشه. در این قسمت ورق هم میبینیم که نوشته است امضای داوطلب، یعنی خود شاگردی که در امتحان اشتراک میکنه داخل این چوکات یک امضای خرد میکنه که از چوکات باید بیرون نشه. پایینتر هم یک راهنمایی شده برای داوطلب که چگونه امی ورق جوابات خانه های مربوطه را سیاه‌کاری بکنه. در اینجا میبینیم که نوشته شده طرز سیاه کردن. طرز سیاه کردن درست یعنی دایره را ما به شکل مکمل سیاه میکنیم که دایره نیمه خالی باید نمانه و یا تک مارک یا چلیپا یا کدام علامه دیگه نشه، مثل که در این طرف میبینیم سیاه کردن غلط. اگر ما دایره را نیمه سیاه میکنیم یا در بین از یک علامه سواسایی یا تک مارک میمونیم یا علامه چلیپا میمونیم یا دایره به شکل نیمه سیاه میشه، ایرا سیستم و ماشین یا دستگاهی که ورق بعداً توسط از او خوانده میشه باز ایرا نمیخونه. بنان باز در این سوال اگر کسی به این شکل حل کرده باشه یا سیاه کرده باشه مستحق نمره شمرده نمیشه. این بخش فوقانی یا بالایی ورق بود. بخش دومی ورق قسمت وسطی ورق جوابات است که در اینجا هم چند بخش شامل میشه. بخش اول اینجا انتخابات است که داوطلبا امتحان کنکور بر اساس لوایح و مقررات اینا 5 انتخاب حق دارن که انتخاباتش هم بعداً رویش صحبت میکنیم. در این قسمت است که انتخاب چگونه برسانن رویش بعداً صحبت میشه. بخش دوم اینجا یک چیزی نوشته است مربوط به کنترلر. کنترلر کسی است که از طرف اداره ملی امتحانات و یا از طرف پوهنتونی که در او امتحان جریان داره که یا رئیس پوهنتون می باشه و یا هم رئیس فاکولته می باشه و متخصصین تکنیکی و علمی اداره ملی امتحانات می باشند که اونا از طرف اداره از قبل برشان کارت داده شده و اجازه ورود به صحن امتحان داره. اینا کنترلر هستند. این کنترلرها وظیفه کنترل نظم و دیسیپلین، نظارت و کنترل از صحن امتحان، تطبیق عدالت و شفافیت، جلوگیری از انواع تخطی ها و راهنمایی بهتر و خوبتر به داوطلبا و شاگردای عزیز یا توظیف شده می باشند. اینا یعنی مربوط شما نمیشه، مربوط اشتراک کننده نمیشه. در صورتی که کدام مشکل تکنیکی در جریان امتحان ایجاد میشه مربوط به کنترلر محل امتحان یا استاد ممتحن است که ایره غیر حاضر حساب میکنه یا کیفیتی ورقش حساب میشه و یا هم اگر کسی تخطی کرده باشه این خانه تخطی سیاه میشه. بنابراین شاگردای عزیز باید در این هیچ دست نزنن، ایره باید سیاه‌کاری نکنن و در این قلم نزنن. این مربوط شاگردای محترم نمیشود. چیزی که مربوط شاگردای محترم میشه اینجا یک دو تا خانه کوچک است جنسیت نوشته است، یعنی ذکور و اناث. داوطلبا یا اشتراک کننده‌های ذکور فقط اینی دایره را مکمل چی میکنن؟ سیاه میکنن و اگر بخش اناث باشه این دایره را مکمل چی میکنن؟ سیاه میکنن. این طرف در نمبر آیدی نوشته است یا آیدی نمبر است و در اینجا هم میبینیم همونطور که قبلا گفتیم امی آیدی نمبر که از طریق اداره ملی امتحانات قبلا در کارت امتحان شما در ورق جواباتتان و در کتابچه سوالاتتان درج است، در اینجا هم اینمی در ورق جوابات درج است و خانه های مربوطه هم در هر ستون ای خودش توسط سیستم سیاه‌کاری شده و پر شده. نیاز نیست که شما در این قلم بزنین و این دوباره سیاه‌کاری کنین، در این مکمل شما دستکاری نمیکنین، ایره به حالت خود میمونین. سیستم و یا کامپیوتر خودش ایره چاپ کرده، خودش سیاه‌کاری کرده و خودش میخونه به هر شکلی که باشه. بنابراین نیاز نیست که شما در این دستکاری بکنین. این بخش وسطی ورق بود که شامل اینی بخشا میشه. در بخش کدرشته هم بعداً برای شما توضیح میشه که کدرشته ها شامل کدهای 4 عددی هستند که اینا از طرف چپ براست این کدها چی میشه؟ رسانیده میشه و ستونهای مربوطه سیاه میشه. در اسلایدهای بعدی براتون راهنمایی میشه. قسمت تحتانی یا قسمت آخری ورق جوابات است. همونطور که شما در تصویر هم میبینین این بخش حل سوالات است که از شماره 1 شروع میشه و به ترتیب میاد تا این قسمت و به این شکل و الی شماره 160 که برایت کتابچه شما میرین در اینجا سوالاتتان حل میکنین. در این قسمت هم برای شما راهنمایی میشه که شما سوال چگونه حل میکنین و چگونه در ورق انتقال میدین. در این قسمت هم شما میبینید که مهر بایومتریک است. در جریان امتحانات تمام اشتراک کننده ها دوباره اینا باز بایومتریک میشن، یعنی دوبار یک اشتراک کننده کنکور شامل پروسه بایومتریک میشه. بار اول زمانی که کارت برش داده میشه برایت تذکره اصلی این بایومتریک میشه و در کارتش یک تاپه میشه که یعنی امی فرد در سیستم اداره ملی امتحانات من حیث
اشتراک کننده امتحان ثبت نام کرد. زمانی که روز امتحان میشه باز هم تیمای تکنیکی اداره ملی امتحانات در صحن امتحان میآید. این افراد باز بایومتریک میکنه. شما باز هم انگشتتان روی دستگاه بایومتریک میگذارین و هرگاه تایید شد که این شخص خودش است، شخص عوضی نیست، شخص تقلبی نیست یا خدای ناخواسته جعلکار نیست، بنان توسط تیم تکنیکی در اینجا مهر بایومتریک زده میشه. هرگاه اگر شما خودتان هم هستین تا زمانی که در صحن امتحان مهر بایومتریک در ورقتان تاپا نشده باشه شما باید صحنه ترک نکنین، به خاطر که اگر ورق شما بدون مهر بایومتریک به اداره امتحانات بعد از امتحان انتقال شود اونجا باطل اعلان میشه. روی از این بعدا هم صحبت میشه و در بخش سوالات هم ما شما میبینیم که سوال ریاضیات از شماره 1 الی 43 این مکمل سوالات بخش ریاضی است. بعد از در علوم طبیعی از شماره 44 شروع میشه تا شماره 85 مکمل سوالات علوم طبیعی است که شامل کیمیا، فیزیک و بیولوژی میشه و بعد به تعقیبش علوم دینی و علوم اجتماعی است که از شماره 86 تا 124 شروع میشه که شامل مضامین علوم دینی در صنف‌های مختلف شما خواندین، تاریخ و جغرافیا و این مضامین است. و بخش دیگه که السنه و جیولوژی، السنه یعنی زبان هاست، مضامین دری و پشتو و بخش مضمون جیولوژی که از شماره 125 تا 160 این سوالات مربوط به السنه و جیولوژی میشه. باز هم مکمل ورق جوابات است و در اینجا یک چیزی را به منظور جلوگیری از مشکلات به خاطر داوطلبا یادآوری میکنیم که این ورق جوابات که است همونطور که قبلا گفتیم برای هر داوطلب یک ورق چاپ میشه و این ورق ساده یا عادی نیست، این ورق کامپیوترایز یا ورق دیجیتالایز است که این ورق در این خو یک نمونهش اینجا تصویر آورده شده. ورق اصلی که باز برای شما داده میشه، شهرتتان درج است، عکستان به شکل چاپی اینجا پرینت شده، نمبر تلفن و سایر مشخصاتتان و به می شکل در این سمت ورق یک خطکای سیاسی ها باریک باریک داشته می باشه که او را به نام بارکود یاد میشه و در این قسمت هم یک بارکود داشته می باشه که با اساس امی مشخصات و آیدی نمبر و امی بارکود ها سیستم های اداره ملی امتحانات این ورق شناسایی میکنه و میخونه. بنابراین نکات ذیل را در جریان امتحان شما باید در نظر داشته باشین. اول، نشانه های سیاه که در طرف چپ ورق جوابات به شکل عمودی وجود دارد توسط قلم خطخور نشوند. در این ورق نیست ولی در ورق اصلی شما در اینجا یک خطکای سیاسی به این شکل قطار می باشه. اونمو خطکار شما باید خط رویش کش نکنین، قلم نزنین رویش، رنگ نزنین، به خاطر که یک بارکود یا تایمینگ است که سیستم ها او را شناسایی میکنه و ورق را به اون اساس میخونه. دوم، ورق جواباتتان باید در جریان امتحان قاط نکنین. بعضی دوستا در جریان امتحان تجربه‌ای که ما داریم ورق جواباتشون اینا قاط میکنن. این ورق اگر قاط شد، چون ماشین ها و سیستم هایی که این اوراق توسطش خوانده میشه یا دستگاه های OMR که بعداً روی صحبت میکنیم بسیار حساس هستند. این ورقا اگر جزئی ترین پاراشدگی داشته باشه، خراشیدگی داشته باشه، سوراخ شده باشه و یا قاط شده باشه توسط دستگاه یا سیستم ای خوانده نمیشه و این ورق باطل میشه. بنابراین در حفظ ورق از شروع الی ختم امتحان توجه جدی باید داشته باشین. بخش سوم، چیزی که باید دوستا در جریان امتحان خودداری بکنن، جلوگیری از استعمال ادویه غلطی یا رنگ سفید در پارچه است. بعض وقت تجاربی که ما دیدیم دوستا یک سوال حل میکنه میبینه که اشتباه شده، پس آن متوجه میشه، قلم سفید میکشه رنگ میزنه، رنگ پاک میزنه. اینی ورق هم امکان باطل شدنش زیاد وجود داره، چون سیستم تنها و تنها این دایره ها که برنگ سیاه و یا برنگ آبی دقیق تر پرکاری شده باشه امور خانش میکنه. بر علاوه از او اگر ما چیزی دیگه ادویه غلطی استفاده میکنیم یا دیگه امکان داره که امو یک بخش مکمل سوالات ما خراب شود و امکان داره مکمل ورق ما باطل شود و نتیجه ما بره به قرنطین و نتیجه ما اعلان نشه. بنان از هر نوع ادویه غلطی، سفید کننده، تراش کردن در ورق یا سوال را که حل کردین و غلط شد دوباره رویش چلیپا کردن، از این موارد خودداری بکنین. احیانا اگر کدام سوال اشتباه ازتان سیاه‌کاری میشه او را به محالت خود بگذارین، اما یک سوالتان نقصان پیدا میکنه و اگر دستکاری میکنین امکان داره کل پارچه و امتحانتان باطل شود. بخش پنجم، بجز چهارم، از جاهای مشخص سایر جاهای ورق باید قلمخور نکنین. یعنی جاهای مشخص هدف چیست که برای شما مشخص شده که شما سوال دیگه حل میکنین به ترتیب در این خانه ها و در جریان حل سوالات تسلسل شماره ها باید ازتان اشتباه نشود. وقتی در این قسمت میرسین 18 نوشته است، 19 در اینجا است،
اینطور نشه که 18 دقیقه است 19 دقیقه بانی ایجا حل بکنی، باز تمام سوالات تا آخر چی میشه؟ اشتباه میشه. دوستا در این نقطه باید توجه جدی داشته باشن. بخش دیگه که مربوط شما میشه در اخیر وقت سوالاتتان حل میکنه کدرشته را ایجا میرسانین، در بالا به عدد نوشته میکنین، پایین سیاکاری میکنین، در سلاید بعدی راهنمایی میشه. سایر بخشا که مربوط شما نمیشه باید به او قلم نزنین، دست نزنین و یا سر خود یا خودسرانه چیز دیگه در او استعمال نکنین تا از باطل شدن امتحان و یا مشکل در امتحان بر شما شود جلوگیری شود. دایره ها طوری به قلم خودکار سیاه گردد که به ورق جوابات نقصان نرسد. بعض دوستا عادت دارن که در هنگام حل کردن سوالات بنابر استرس یا فشار یا ورخطایی که لازم نیست در جریان امتحان ما استرس داشته باشیم یا ورخطا باشیم، بسیار باید آرام و راحت باشیم، به حد بالای ورق فشار میاره یا قلم به حد فشار میده که دایره بخی سوراخ میشه و یا به حد قلمش رنگی یا توش می باشه که رنگ منتشر میشه و اگر رنگ از این دایره به او دایره منتشر شد باز این سوال از سیستم نمیخونه، چون اینجا میبینی فاصله بین از یا همونطوری که قبلا اینجا برای شما راهنمایی شده به این شکل باید دایره های که با دیگه باید تماس نکنه رنگش به این شکل رنگش به صورت بسیار غلیظ در پشت ورق نشر نکنه، خصوصا در روی ورق نشر نکنه. در این موارد باید داوطلبا توجه جدی داشته باشند. بخش بعدی جدول کدرشته است. اولی که جدول کدرشته چی را میگه، همونطور که شما در تصویر میبینید دوستا، یک جدول است که تمام پانتون ها، پانزه ها و دیپارتمنت ها که مربوط به وزارت تحصیلات عالی می شود در این جدول درج است. یعنی اول نام پانتون نوشته است، مثلا اینجا میبینیم رشته های تحصیلی عمومی پانتون کابل. به این شکل ما کد رشته داشته میباشیم، برای هر پانتون یا هر ولایت ما جداگانه کد رشته داریم و یا در یعنی تمام پانتون های افغانستان کد رشتهش در اختیار شما قرار داده میشه که در اونجا نام پانتون می باشه، نام پانزه می باشه، نام دیپارتمنت می باشه، ظرفیتش می باشه. مثلا در اینجا نوشته است که دیپارتمنت ارتباطات و ژورنالیسم، پانزه ژورنالیسم، دیپارتمنت روابط عامه، طور مثال اینجا نوشته کرده 80 نفر جذب داره. این مثال است، این نمونه است برای شما. شاید در سال 1403 ظرفیت بالاتر از 80 یا کمتر از 80 او بعدا تعیین میشه. و اینجا هم یک عدد 4 رقمی است کد، یعنی اگر کسی بخواد پانزه ژورنالیسم پانتون کابل دیپارتمنت روابط عامه را انتخاب بکنه، در اینجا برش معلوم میشه که 80 نفر جذب داره از سراسر افغانستان، از سراسر امتحان کنکور و کدش هم اینی است و در ورق کد رشته که بعدا راهنمایی میکنیم این کد 21 ابدا را باید برسانه. پس جدول کد رشته عبارت از یک جدول است که تمام معلومات در رابطه با پانتون ها، پانزه ها و دیپارتمنت ها و کد مربوطش برای شما و ظرفیت جذبش که چند نفر جذب میکنه. این جدول در جریان پروسه های بایومتریک از کد رشته سال 1403 در امی سال باید استفاده شود. اگر ما یک کد رشته سال 1401 یا 1402 را میگیریم در این سال میرسانیم، امکان داره اون نتیجه از چی شود، باطل یا بی نتیجه شود. در این نقطه دوستا باید متوجه باشند کد رشته هایی که از طرف اداره ملی امتحانات به شکل آنلاین یا به شکل فیزیکی در جریان امتحان برشان داده میشه از امو استفاده بکنند. سایر کد رشته ها که از طرف کورس های آموزشی از طرف سایر نهادها ساخته شده باشه او مدار اعتبار نیست و خدای ناخواسته داوطلبا را به طرف ناکامی و یا به سرنوشتی میبره. به این شکل ثبت معلومات بایومتریک داوطلباست. دوستای عزیز، همونطور که قبلا بر شما گفتیم پروسه بایومتریک یک پروسه است که به منظور شناسایی و تشخیص فردی که امتحان میده به این منظور صورت میگیره. یعنی مطلب از این پروسه ای است که اداره ملی امتحانات همونطور که شما در جریان هستین و میفهمین پروسه امتحانات به شکل بسیار شفاف است توسط سیستم بسیار عصری و پیشرفته و تکنولوژی پیشرفته. این امتحانات تهیه و ترتیب و عکس میشه و نتایجش هم به شکل بسیار شفاف بدون دخالت انسانی و یا وساطت و واسطه ای چی میشه اعلان میشه. به این منظور اداره ملی امتحانات تیم های مشخص مسلکی و تکنیکی دارن که به نام تیم های بایومتریک است. بخش تکنیکی هستند، در قبل از امتحان اونا میآید تمام معلومات امتحان دهنده را ثبت میکنه. وقتی معلومات از ثبت شد در کیت یا در دستگاه بایومتریک، قبل از امتحان هم بایومتریک میشه و روز امتحان هم بایومتریک میشه. با منظور از اینکه یک فرد مثلا کارت خود میگیره قبل از امتحان بایومتریک میشه ولی در روز امتحان امکان داره خدای نخواسته یک کسی بخواد جلب کنه یک کسی دیگر روان میکنه که عوضیش امتحان بده. یعنی این کار در اداره ملی امتحانات و سیستم ها
ناممکن شده و کسی نمیتونه به عوض کسی دیگه شامل امتحان شود. و در اینجا میخوایم یک نکته دیگر هم خدمت دوستا یادآوری بکنم که بر اساس همین معلومات بایومتریک و سیستمی که برای شما تشریح کردم، هیچ کس نمیتونه عوض کس امتحان بده، هیچ کس نمیتونه کسی را در امتحان کمک بکنه یا کامیاب بکنه. بنابراین امکان داره در مرکز و ولایات یک تعداد کورس های آموزشی، یک تعداد افراد و اشخاص، مشخصا تنها کورس ها نمیگیم، ممکن از طرف افراد و اشخاص مختلف به داوطلبا اطلاق شود که یعنی شما توسط پول یا واسطه و یا سایر مسائل کامیاب شوین. لطفاً فریب همچون اشخاص نخورین. سیستم های اداره ملی امتحانات تمامش با یک مکانیزم مشخص و خاص تکنولوژی مشخص کار میکنه و هیچ کس نمیتونه در این سیستم ها دخالت داشته باشه. بنان از این موارد باید جدا جلوگیری بکنین و فریب کس نخورین. فقط اعتماد به نفس، لیاقت خودتان و ذوق علاقتان کدام رشته را میخوانین. این پروسه بایومتریک بود. گفتیم که در 2 مرحله قبل از امتحان و در جریان امتحان به منظور جلوگیری از افراد عوضی، جعلکار و تخلفکار در پروسه های امتحانات چی میشه؟ انجام میشه. در سیستم بایومتریک کدام معلومات درج میشه؟ همونطور که قبلا هم به شما یادآوری شد و اینجا شما میبینین شهرت داوطلباست، مثلا به اسم، ولادیت و به این شکل آیدی نمبرش، عکسش، این مکمل نشان اثر انگشتش مثل که شما اینجا میبینین مکمل در سیستم درج میباشه. به این منظور گفتیم کسی دیگه نمیتونه عوض کس امتحان بده، ولو که در عکسش در سایر مواردش جعل بکنه، در نشان انگشت جعل کردن نمیتونه. اینجا انگشتش شناسایی میشه توسط سیستم. این معلوماتی است که در که درج میباشه. در اینجا یک نکته را براتون یادآوری میکنم که اکثر اشتراک کنندگان امتحان ما در ولایات و در مرکز بعضی وقت با یک مشکل مواجه میشن. زمانی که امتحانات شروع میشن اینا کارتای خود میگیرن، برای پروسه ثبت معلومات بایومتریک میان اینا تذکره با خود نداشته میباشن. متاسفانه که بعضیشان تیم های تکنیکی ما با مشکلات مواجه میشن، واسطه میکنن و تلاش میکنن که با بایومتریک شوند. اصل هدف از بایومتریک همی است که سند اصلی، کارت اصلی داوطلب، کارت امتحانش، اصل تذکرهش و یا اصل پاسپورتش با این باشه تا ما شناسایی بکنیم یا تیم های تکنیکی اداره ملی امتحانات اطمینانش حاصل شود که اینمی فرد خودش است و تذکره اصلیش است، بنانی را ثبت معلومات بایومتریک بکنه. پس در روز امتحان و قبل از امتحان که روز بایومتریک می باشه، حتما با خود اصل تذکره را و یا اصل پاسپورت با خود داشته باشین. عکس تذکره و یا کپی تذکره یا کپی پاسپورت به چیزا اجراات نمیشه.